برای ساختن اون آبجو شما کلا 3 تا مرحله تو این ویدیو باید پشت سر بذاریم، بعد بریم. یادم سخت نیست، اصلا سخت نیست. یه دونه دبه میخوای 10 لیتری، حالا شاید کوچیک هم خواستیم میتونه کوچیک تا داخل اون سس های مایونز شیشه ای داخل اون مثلا آبجو بریزی حالا سرش، ولی این عملیات ها حتما باروش انجام بدی. یه دونه این شلنگا میخواد زیاد بزرگ نباشه، اینو میزنی به این. باید این اول سوراخ بکنیم، بذار این کارو بکنیم برگردیم. این ما سوراخ کردیم، اینقدر کافی، زیاد درشت نباید باشه. این قطرش انقدره، مثلا این باشه، اندازه باشه. بعد شما این دبه ها رو میتونی از چیز پلاسکو فلوشیا، پلاسکو اینو چی اونا یه بار مصرفی های همین چیز، این دبه ها رو معمولا بیرون میزن. اینو مثلا 10 تومن گرفتم. شما ولی اگه میخواین سایز کوچیک درست کنین، داخل همون شیشه مایونز، همون شیشه های مایونز، مثلا مایونز اینا میتونین درست کنین. حالا یه نمونه رو من درست کردم، بعد آخر ویدیو به شما نشون. اینو وقتی درست کردی شما شلنگ رو داخل این میکنی. بذار شلنگ رو بکنم داخل، یه همچین چیزی درست شد، نگاه بکن. این زیاد دوره برش هم زیاد باز نیست، یه مراعات بکنین دیگه. ما برای خودتون درست برای من نمیخوایم درست کنیم. اینو این الان میریم یه چست میزنیم، برمیگردیم. ما چست نگاه بکن، این باید خوش بشه. این برش هم دو طرف باید چست بزنیم. این چست رو این حالا بدون تفنگش هم زدم بود. به یه ذره نگه دار، رو گاز گرم میشه، ارزونه زیاد قیمت. این اینجوری میمونه. این باید خنک بشه، حالا بذاریم چه خنک باشه، بعد صفر میشه. اینجوری مرحله بعدی اینه که حالا تا این صفر بشه یه بطری میخواد ببین اینجا. حتی با چفانی یه طرفش از هر طرف اصلا فرقی نداره، فقط این سرش بالا باشه که اون شلنگ زیاد نباید بلند باشه دیگه. این گاز باید در بیاد بدون فشار بره. این شلنگ رو یه ذره میکنیم داخل این تا اینجا قراره آبش بریزیم. آب گریختیم، اینجا یه ذره هوا باید در بیاد. خب فعلا این چسب بزنیم به این. حالا این نگاه کن، اینجوری دور تا دورش رو چسب بدیم. اینو نگاه کن، اینجوری این سرش رو وا میکنیم. حالا سرش هم نمیخوایم، این داخل با آب بریزیم، اون شلنگ رو بکنیم داخل. یه وایسیم این کار رو بکنم، الان فیلم میشه اینجوری. یه همچین حالتی باید درست بریزیم. اینجا آب میریزی اینجا، زیاد بالا نباید باشه، مثلا انقدر شما تا اینجا. خب بابا اینجا میاد، اینجا خارج میشه، اینم که سخت بشه، این داخل ما بشه. خب این از این قسمت. این قسمت برای ساخت دستگاهتون بود، یعنی این چیزی میخوام. اگه زیاد میخوام، حالا 10 لیتری نگاه بکن، حتما باید آب جوجو باشه، جوجو ساده باشه دیگه. گندمیه چیه اون سبزای، این داره سبز میزنه، عکسشو اینجا الان میذارم. این اونجا که از اون جوجه تا مثلا هر چقدر بخواید بود. یه واسه فیلم چیزی که وسط فیلم گفته بودم من بیارم. یه همچین چیزی نگاه بکن. این هم اینجوری پلم کرده بودن. اینو حالا داخل این میبسیم. این سرش مثلا یه بطری اینجا میذاشیم، اینجا میذاشیم، اینو میکنیم. یه همچین چیزی هم میشه. این ولی برای یه دونه است مثلا دیگه، یه دونه جواب است. این بیشتر داخل این درست میشه. حالا هر چی خودتون میدونید. این مرحله اول بود که این دستگاه رو ساختیم. مرحله دوم اینه که با برم آبجو بخرم. آبجو هم خریدم، یه باکس اینا دیگه، یه باکس مثلا بلای 2 تا همینجوری داخل این میریزم. مرحله دوم بعد میام برای شما توضیح میدم. حالا ساب بکنیم ما رو گندن.